Jak savoli progresi رو کنیم سوال از کتابچه یافتن نتوانستم. منطقی سوال این است عددهای پای در پای رو جمع کردن. مثلا بگذار چه باشد؟ یک جمع دو جمع سه جمع تا چند باشد؟ 40 باشد. یعنی عددهای زیاد یا کم کردن میتونیم سوم همین رو یافتن. این چه کار میتونیم؟ با یوری فرموله سومه پروگرسی اریتمتیکی. اینجا ما پروگرسی اریتمتیکی داریم چون هر یک عدد یک واحد زیاد میشه تا 40 رو سومش یافتم. فرموله چی بود؟ فرموله سومه اریتمتیکی این اعضای یکم جمع اعضای آخران تقسیم دو ضرب همگی چند تا اعضا دارم در همونجا. و نیو کنیم از من میپرسد S40 رو اعضای یکم من این یک است، اعضای آخران من است این 40 است. همه این رو به دو تقسیم میکنم و ضرب همگی چند تا عدد دارم من در اینجا. چرا که میتونیم 40 دونه عدد دارم و این رو باید کار کنم. از اینجا 41 تقسیم 2 ضرب 40 که خیلی نوشته میتونیم یا این رو اختصار کرده 41 ضرب 20. اینجا چی میتونیم؟ جواب ما 820 است. و یعنی ما از کتاب چوتن تست جواب 820 میشه. جوابی اگر شده هم باشد هم خیلی کار میکنیم. یعنی با یوری سومه پروگرسی اریتمتیکی.